وشدل وشدل میهدون منی دور دانک تو باشد که منی واجه وشدل تو همه سراوان بلوچستان سیمسر چشت و ایران باز کم گشت. هو دلوش ای هنچند واجه بله چیزی رو چند می دنی ملکان همه چستیری که بیگند مردم سک بشنی گرید دلوش منی سنگتی کردی گوشی که من چه رادیو اخبار اشکود که همه بلوچستان باره و یک چستویری هست و یوروپی ملکان ایدن می ملکا 8 مردم ها گشتر اجازت نید یک جاگا جمع بید این سنگت گوشه کن دلوش که من ودن شدم نام گوشیم بلوچستان سیمسر بگیر چه همه شیره و روچه بیرکا و وطی چستی را ملکی گوشی یک بلوچستان باره و گپی هم نبود دلوش مردم بزانند که می دوزواه کنند مروچی شاه دوستین و سلطنت طلبین مجاهد و یدگر و آدگر می دوست نبند کوشش کنند چشی مسلمان دیما بیارند که بگوشند که ما شما دوزواهیم بله حقیقت اگر من بگوشم بلکه شر نه بله اشی بزاند که می دیمی پدریچ اشی شرطر زاند که پرچی ای رنگ کنم وشدل تو همین انو شیروان عادلی باره و چه خیالت ده دلوش منی بالکل خیال همیشه که من پیش یک دو برا چون نام نگبتک بله چون کسانه اشاره کتک ما بزدگین راج بلوچ همان که سرکار 50 سال و 20 سالی و ما دراجی هوانی سیاست چین که می مجگاه واری رند و دیمه دیند و ما همه رنگ آمال دوشتند همه رنگ بین دلوش انو شیروان عادل مسترین مزنترین بلوچانی قاتل تاریخ راج دفتری توکا همین انو شیروان بود برای دلوش همه فردوسی که می مغربی بلوچستان رو کپتی می بلوچ که بازین پی واجگار بهر بندن که ای درباری و زری شاعری بیتک هرچی که شاه ها دربارا گوشته و گشتر زرداته همه گوشته مسترین بلوچانی قاتل ما بلوچ مروچی آیا عادل گوشین هنو شیروان عادل برای وشدل تو همه عرب و اسرائیلی باره و هیچ نگوشت که باز این چیستی یری بودتگی گوستگین روچان ماها هو دلوش بچار
عرب و مسلمان و اسرائیل یک دروچی جنجال نند. 1400 سال جنجال و چستویی رو مسئله بود. دلوش 370 سال اسرائیل عثمانی ترکی چیردست بودک. بله ای که مروچی ترکی و دیگه عرب ممالک هستند و اسرائیل بازینی اگریمنت و صلح و ترام کرده و بازینی چیره کار رابطه ها. بله ایشیا بزاند که پرچی چوش بود. من شما را تچ که گوشاند که ایران سیاست، یعنی ایران عرب که 1400 سال گو اسرائیل جنجال بودک، مروچی ایران سیاست آمانا آرتک یک جاگاه کده. بله دلوش ایران هم پهکین مردم و پهکین سرکار یک خیال نه، لحظی دیگه خیالی مردم هست، لحظی دیگه خیالی واجه هست. بله حقیقت همیشه که ما چمه دیمایند. دلوش بیال مکن بانده